مقامات در رشت عامل‌های خودکشی یک دختر 14 ساله را تحقیق دارند. امیده اشانقلو و خواننده صنف هشتم مکتب رقمی 30 از دهه لایابه جماعت نصرت الله مخصوم هفته پیش پس از بازگشت از مکتب در ایوان خانه خود را به دار آویخته است. نزدیکان امیده میگویند در رفتار و کردار او آن روز یگان تغییرات احساس نمیشد. به گفته آنها امیده صبح خوشحال به نظر می رسید و چون همیشه از مکتب با بهای اعلی برگشته همراه با مادر باید خانه ها را رو بچین میکرد. دلبر شاه ایشانوف پدر امیده روز 9 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت خبر خودکشی دخترش را او در جای کار شنید. با گفته او امیده دختر ارکه خانواده بود و تمام خواسته هایش به مشکل اجرا می شد. امیده ایشانوف بین 3 برادر یگانه دختر خانواده بود. حالا والدان میگویند هیچ نمیدونند دلیل اصلی قصد خودکشی کردن دختر 14 سالشان که ظاهرا مشکلی نداشت چی بود، اما میگویند امیده یگان بیماری نداشت. پدر امیده دلبرشاه ایشانوف میگوید قبل از فاجعه دخترش خواب بد دیده بود. حالا پدر میگوید سری تصادفی بودن این قضیه هم فکر دارد. او میگوید 4 روز پیش از این حادثه برای چاروای خانه بند خریداری کرده بود. امیده هم از پدر خواسته است که پاره از این رسپان را برای او دهد تا ارغنچک سازد. اما هنوز سبب اصلی مرگ امیده دقیق نشده است. هیچ نامه یا پیامی هم از او نمانده است. پلیس ناحیه رشت حالا تفتیش خود را در رابطه با این قضیه ادامه می‌دهد. مسئولین جماعت دهات نصرت الله مخصوم در رشت میگویند خانواده امیده ایشانوف زندگی خوب داشتند و عائله نمونوی بودند. یک استاد امیده در مکتب رقمی 30 دهه لایابه در صحبت با رادیو آزادی از او چون یک دختر دانا و آرام طبیعت یاد آورد. با گفته این استاد همه خوانندگان مکتب و همسبقان امیده حالا در حالت شوق قرار دارند و با گفته او همه به سوال تفتیشات درباره سبب‌های مرگ احتمالی امیده پاسخ گفتند. خودکشی امیده ایشانوف و حالا توجه تمام نهادهای مسئول را در رشت به خود جلب کرده است. نیسا عزیز و مدیر بخش کاربازان ناحیه رشت در صحبت با رادیو آزادی گفت این اولین حادثه خودکشی در 5 سال اخیر در این ناحیه است. این مسئول ریاست کاربازان تاکید میکند که در رشت حادثه خودکشی انگشت شمار است و تنها در سال 2014 یک زن در اینجا در پی خشونت خانوادگی با هدف خودکشی خود را آتش زده بود.